سلام مونده نباشیم، شب شما بخیر باشه، سلامت باشیم، قربون قدم شما، سلامت باشین، زنده باشیم. شکر فضل خدا، شما خوبیم؟ چوچو پیچو خوبم. بریم ببینیم. بریم بخش اوله. بیننده‌های عزیز سلام بر شما. سوژه امروز برنامه ما در رابطه با بلند رفتن گازه. اومدین که با یک تن از دوستای خود یک مصاحبه داشته باشین که ببینین گفتنی از اینا چیه. برادر عزیز سلام علیکم. سلام از ما. برادر عزیز، از اینکه قیمت گاز بالا رفته، به نظر شما کار خوبیه؟ بله خیلی هم کار خوبه. زنده باشیم، سلامت باشیم که پرسان کردیم از ما، خبر شدیم که بیچاره حقیقت رستی نمونده، می تو بالا رفته گاز. نه یعنی چی کار خوبه برادر؟ مردم هم در بدر شدن، شما میگیم کار خوبه؟ آخه مردم در بدر شدم، چرا در بدر شم؟ تو اگه کلون میشی مگرم پیار تو در بدر شه؟ ها؟ خب این چی ربطه برای کلون شدن؟ خیلی هم ربط داره. همین درختها پرنده خزنده آرزو داره، ارمان داره که حداقل بالا ره، قد بالا ره. همین نجیار روزی که میشونم نیم متر سیکو 10 سال بعد 500 متر میشه. گازم بعد همیته باشه دیگه. اگه همیشه به سیری پا باشه کو ارزش نداره، مثل یک بچه خوردیه. نه مثل که شما برو متوجه به سوال من نشدیم برو. اشتا مثلا متوجه من به شما میگم قیمت گاز بالا رفته، شما میگم والا تو هم مگر کلون شی، پرنده و خزنده هم کلون میشی، کار به زور ربطی نداره جانم. من میگم قیمت گاز بالا رفته، یعنی بازار شما کار خوبه، شما دیگه گپ میزن جانم. آبرارمه. شما مثلا میگم مثلا نمزاددار شدیم 5 سال پیش به 1 لک روپیه، حال بی خود نمزاددار میکنیم به 2 لک. قیمت از او بعد بالا نره. راست میگم لالا. تشکر از شما برادرم. خیر بینی. اول سکنیم از شما به من نصیحت. اول برین خور اصلاح کنیم، بعد بیایم برو قیمت گاز بیچاره چی گناه کرده؟ ها؟ گناه کرده. نه همین اگه گناه کرده کو مدام مگرم به مو سیری پیا باشه هیچی بالا نره، او چی گناهی کرده؟ خیر بینیم لالا. چک کنیم با بیایم مردم سوال جواب بکنیم. ببینیم بیننده عزیز که چی میگم اینا. ما چی میگیم اینا چی میگن. دنبال کنیم ما بیننده عزیز. برادر سلام علیکم. سلام علیکم. میگم برادر. بله. از این که قیمت گاز بالا رفته، آیا به نظر شما کار خوبیه؟ بله خیلی هم کار خوبه. یعنی مثلا چی رقم کار خوبه برادر؟ مردم هم در بدر شدن، شما این کار خوبه؟ خیلی کار خوبه. گاز از شما میترسی، از من میترسه. مگرم بالا ره اینه. البته دل نداره که بالا بره. یعنی کار خوبه. من روز اول که به مکتب رفتم صنف اول بودم، آهسته سال دیگه صنف 2 شدم، سال دیگه صنف 3 شدم، می آهسته بالا رفتم دیگه. الان صنف 12 ام. شما مثل که برادر متوجه نشدیم من به شما چی میگم قیمت گاز از این که بالا رفته کار خوبی، یعنی قیمت گاز ربط به صنف اول دیوم شما نداره جانم. من نظر ما گپ من نگرفتین شما برارم. بالاخره رد از این گپا یالا کنیم ما سر میبیت گپا نمیشه برارم. هر دفعه که من کپسول خو میبرم گاز میکنم، کپسول خونه رو میبرم اونجا 1000 میدم قرار گاز میکنم میسن، نمیپرسم هم که یا بمونده پول نمونده، هر چی که شده امور میگم بند. پس دیگه معلومه میشه شما کدوم تیجی به گاز نداریم، قیمت گاز نداریم که بر قیمت که باشه. نه برارم. از منجی مردم غریب بیچاره باید به فکر این گپ باشم. تشکر از شما. سلامت باشین، خیر باشین. بیننده عزیز، من نمیفهمی کسایی که میفهمم که چی بگم در رابطه با می قیمتا، نمیفهمم به کجا. ما هر هفته میرم میبینیم یکی گپ میگه، نمیتونه گپ درستی به ما برسونه. خب این بود گزارش هفته ما که در خدمت شما عزیزان بودیم. تا گزارش هفته بعدی شما رو به خدای پاک میسپاریم. خدا نگهدار شما. بازم خوش آمدم. سلامت باشین. گناه من نیه، به قصد ما ناشین، گناه من نیه. همون هر گپ بگفتم همیته بوده، همون رقم گزارش کنم میتونه دیگه. من چی میفهم؟ خب بخش دیوم میفهم چیه؟ اگه شما گفتیم چیه، یک چیزی، یک ساندویچ در ایپگی جایزه داریم. بخش دیوم نمایشنامه، قسمت 9 از این داستانه. انا به خیلی خوشی قسمت 9 هم با بخیر تماشا کنیم. انا دیگه ها دیگه قسمت 9 بریم ببینیم.
باز انشالله زودی به خدمت شما هستیم. سلام خاله. علیکم سلام. آنی بستندم گوشتارم. بستوندی؟ بله ها. خب چند کیلو؟ 16 کیلو شد. 16 کیلو؟ بله ها. چند پولای شد؟ 16 کیلو 400 روپیه حساب کرد. با کیلو 400؟ کیلو 400 روپیه هنوز هم که گفتم ما چون خلفیتم رفیق مانه دوست مانه 20 دیگه هم کم کرد اگه دیگه رو 420 روپیه میگو. این 400 آن داخل گوشتاه. این 400 تازه ارزان حساب کرده. با دیگه ما چون خدا اینا انصاف بده. کم هر چیزی رو گرون میکنم. گفت 6400 روپیه میشه. خوبه. انا بگی. این 6450 روپیه. 50 روپیه از خود تو. خیر رو خلف. سلامت باشی. امی باسکل چه کار شد خلف وعده داده بودیم به ما یک دفعه. خب باسکل هم به تو میخرم. سیکم. بیا از اون راتم گدوره بفهمیدی؟ بله از این هوا خونو که باسکل هم برای تو خوبه که گرم هم میایی. باسکل هم به تو میستانم. میگم نه برارمه. بله. یک پیرزال سراغ نداری که کارا خونه ما انجام بده. باشه نگاه کنم یا من یا گلک برای شما پیدا میکنم. دیگه بردیم 3-4 هزار هم برای معاش میدم که بری از اون هم حداقل کمک باشه. خوبه پیدا میشه 100% یا من یا گلک برای شما پیدا میکنم. خیر بینی خیر بینی. کار نداره. نه دیگه به سلامت به خیر بری. زنده باش. میگم اما گوشتار بگذار به یخچال برو با باغچه. گوشتار وقت داشتم به یخچال گذاشتم. برو خیر بینی. صحیح. کینه بله سلام علیکم. بفرمایید. خوش آمدید. میگم اشنه گیلک جان خوبی؟ دم قریبه. میگم جان. راه از اینکه پار یلا کنیم. ها. شما با نایب گفته بودین که یک پیرزال پیدا کنین که میگه بیای با خونه خودم زن مام کار باشه میگه رفته دیگه بشورم. با شما بگفت. دیرو بگفت کار ما گفته اگه میته خلیفه من میته گفته دیگه باز گفتم باشه بریم سگان چی میتونه کار بکنه کی هسته؟ خوشو کلون گیلاکه خوشو کار گیلک میکنه نه خوشومه نه دیگه. خوش- هلی از او کلونتره مدر پیار خوشومه. خوشو کلون از نه اینه مدر نمی‌فهمم. پیار خسور من دیگه. خوشو کلون از اینه یلا دیم راد از خب بله کار کرده که میتونه. میتونه تو خب شما هم که میتونه کار بکنه. چی کاره خیر بره. خدا خداحافظ. کار کرده میتونه. میتونه برو بخیر بری. خوب شدی دیگه. این هم دست به کار میشن و پیرزان هم دست به کار میشه. میگم باز ایت نشه که اینجا یک خرابکاری چیزی بکنی بیا از طور که با ما هر جا میارم من نمیت خرابکاری خو میکنی تو یا با هر جا راهنمایی میکنم میری دویده و به مخصوص بعد اخلاق خو میگی که سمیر مربه میت راه برده. نه خب ما چی میفهم خود تو گفتی که بیا برین گدایی کو ما گداییم خود تو برین نگفتی که مال گفتم تو راهنمایی کردم تو هر چی اشاره میدم دیروز بر تو میگم ایت نکو باز میری با برار مینام شیشته میگی نه ایت سمیر مر برده این مر برده هر چند بر تو اشاره میدم میگم گیلک نگو باز میگی چی میفهم مرا بخوشار مامون زد پست مر بکن تو حالا گردنم بعد از یک کلم خوب چیزم من نابینایم مرا میت زد برار ما گفت تو چرا گفت باجی مر ببردی و گدایی عجب جای اینجا اگه بفته که گردنم بند باشه مگرم مقصد اینجا خرابکاری نکنی سلام علیک بیا آمده. ها خوش آمده. بسیار خوش آمده. سلامت باشه بسیار خوشحالم. ها خوش کردی گلک جو. کی؟ کاره. شروع نکردیم دیگه جا خوبیه خیلی جا خوبیه خوب دیگه لا شکر. این خونه شیشتن شما نه؟ نه این هتل رستورانتیه. رستوران ها؟ بله خب فضای نگاه کن چی مقبول. امیت باید پاکسازی. خوب میگم بیبیر چه کار کنیم؟ آور بردیم با خونه بردیم ما بردم آه بیبیر بردم با مادر بچه ها شما گفته کان ما با گفتم خاله
او گفت اگه گفتم من انی بی بی من خوشی زن کاکا نه این مادر خسور منه حد لگب زن مادر خسور منه این کمک گفتم نمیشنوه بلندتر گپ زنی گو عیب نداره این کارا او کاره این کار همه بزیاد داده خب ها نگم او دزدی هم نیه آفرین دلجمع باشیم کسی او که اصلا او شیر سینی شیر سینی خور به ما بیل نداره که او دوزی کنه بالی هم نه نگو کارگرمون که همیت باشه صداقتکار و دوز نباشه نه صداقتکار و دوز نیه خب آه. نگم بله انال هنوز که من کار شما ندیدم بله. اما میفهمم که به همین کسی که تازه به این رستوران میاد چند معاش بدم من به نظر من کار رستوران تا بکردی یا نه؟ بله ها من خود دلجان. بستم و به ایران رفتم کار کردم 3 سال خب بله ها 3 سال به ایران کار کردم این 3 سال به ایران همین تا کار داشتم خب خیره همه کارار پخته بلدم ما دیگه جا شما سبز باشه من ازم تیفلیت ازم عرب مادر 16 17 تا میش خلمک داشتیم انا میتونم میچرندم کار نزی خب نه یاد ندارم خب با من کارا سخته ندارم نه کارا سخت اینجا که تمیزکاریه سکن بره تو برج 6200 میدم بله به این چند نمیدی خب خیره بره تو هم گیلا جان هفته 600 میدم هفته 600 بله ها نه بابا آه هفته 600 یعنی چند روز به 600 6 روز روز 100 روپیه ها جمعارم به شرط که تمیز کار کنی الامی هم داری جمعار دو حساب 150 روپیه از جمعه هم الامی با چیه؟ یعنی شاگردونگی آها شاگردنگی با آه. الامی شد اون دیگه باز اضافه حساب کاری. دیگه درسته اناله من دیگه میرم کجا؟ به دفتر آه. که مشتری میآید دیگه تمیزکاری و نظافت و چی میفهمم اینجا مشتری میاد خرابکاری نبینم نه دل تو جان که میفهمم دیگه به چی بله. خب فکرم. بفهمیدی فکرتو باشه دیگه من دوزی نیوم نه از گو گپ نمیگم برای من رفتم دیگه به دفترم اگه کس بس کار دیش بگم رئیس به دفتره خوبه من دوزی نیوم میگم ماما یاره بفهم تو چوکولالا مگه اول به مسخال بخشش بخروان ها بگو ماما من دوزی نیوم میفهمم آفرین چه خوبی تو مادر ما گفت اگه یک ریپ پول هرون بخونی ما بیاری به کفانی لولاد شما خرچه درسته میگم باز اینجا گوی تنهش که باز یک خرابکاری کنی ما رو هم از همین کار بیری کنی بخاطر اینجا باز یک نه من میرم کار خو میکنم دیگه توبه کردم خاطره دیگه توبه کردم که نه گدایی کنم نه با شما برو اینا بیارم میشیرم گردن ما بند به طور شد خیال کردیم هیچی
نه برای بوما چه کار میکنی؟ اجازه آدم نداره که اونجا بره. نه بیا کار خود چه ریله کدی برفتی رو بوما. کاغذ باز گردن ما من آوی جگاه اجازه نداره آدم برای بیا کار خوب بکنه. نه تو صبر کن میام آنه. او بیا یک نه راخه بیا. او بیا که خلیفه ببینه بگاب میشه صاحب کو. نه گیلا. او بیا یک که صاحب کار بگاب میشه. به کجا میری؟ ها؟ نه اونجا چه کار میکنی؟ هیچی همی کاغذ باده بیامد اینجا بند شده گفتم کاغذ باده به خوب بگیرم خلیفه. خب تو برام سمیر صدا کن بده همون فامیل صدا کن که بیایه. میگم تو از صبح چند تا کاغذ باد گرفتی؟ ها؟ چند تا کاغذ باد گرفتی از صبح؟ این تا اون یک همین اینجا پرتو خشکیه. خشکیه آفرین عجب. انا تو اونجا چه کار میکنی؟ تو خاطر لوکه ننگ اصلا خلیفه اشتباه کرده که برات مره کده شاگرد تو از اونجا تام انداخت میجا خوب سلات میکرد بیرو میکرد تو مک پشتبون کاغذ باد نمیگذارم و چوغوک نمیگذارم را برای نگاه کن تمام پشتبون هر جا که میری تو میت شرافت مار به در میریزی. همه پشتبون مار بده بیامده به خاطر یک کاغذ باده همین چیزی آوردی؟ دو تای کاغذ باده خشکی هم خواسته. به دو تایه. بیا لوکه ننگ بیا تاش به پی تو با هر جا میت شرافت مار تو به در میریزی. با هر جا که تو برو تو با هیچ کاری تو عدلم بیا تاش به پی. تام شما کجا تاشو؟ تاش از اون جایی که بالا شدی پس تاشو. شما ببخشین خلیفه جانی اگه یک نادونی چیزی بکده شما خاله ببخشین. ببخشم هیچی. خیر باشه دیگه حالا خاطر این کار از بخشیدنه. بیا تاش حالا به پی بیا. ایشتا تاشو. خب میگم از اون جایی که بالا شدی بیا پی بیا که با خدا اگه بیام آدم بالا تو از اون جا کله پا میکنم. و نمیفهمم که تو خونه همه خونه هم رنگ کجا بالا شدم. از اون جایی که بالا شدی تاشو. دانه میشی؟ دانه میشی؟ نمیتونم تاشو گردنه ببر. من گفتم برو ظرفار بشوره برو مشتریا چای نونه بده برفته برای ما کاغذ باد میگیره. کاغذ باد گرفتن آوردین که اینجا کاغذ باد نه نمیگفت اگه یک وجبی. ای چند سال اینجا کار میکنه پشت بو من بلد نیه. من خبر ندارم این خود بالا شده است. خود تو ندوسته بده و گیلک برو برای کاغذ بدا حالا با میگی نگفتی یا پی شو بونی از این حکم هر کاری که میشه توی پی خانی یکی دیگه میندازی تاش بیا پی. تو نمیتونم تاشو میشته تاشو. تاشو ایتا نکو میفتی عدل تاشو نه ششته کنم این خونه هم رنگم به یاد منی از کجا بالا شدم. وقت استاد شو پرته کو کاغذ باده یلا دی. بیا که یک جا بشین خودت رو گپ زنم بیا. میگم تو به کدوم شهر کلون شدی که من بچه خواهم اونجا ببرم تربیه شه؟ ما به غری خوب آخه تو رو بیاوردم اینجا کار کنی چای بیاری چلیمی بیاری درد سپار تمیز کنی نه که بری رو پشتوان بابا ارتمش من رو همین پشتوان نمیدونم مرغ بال بزنه تو ایشله برفتی برای این پشتوان. انا برازاده شما مقصر گفت. کی؟ انا مقصر. تو بیا اینجا بیا اینجا استاد شو میگم تو گردن تو بند باشه نگفتی بالاشو بالا بون کاغذ بادی بود وردارک با من. کی گفتم آخه تو برفتی بالا شدی گفتی من کاغذ باد خوشتارم برفتی وردشتی همالی لالا هم بیا آمده که مرده بودم گناه چیه؟ وای این لالا کاکاتون هم با تو میگی لالا. خب
کاکا مننده خب کاکا تو نگفتی برو بالا شو. ما کی گفتم گردن تو من نگفتی. تو عقل کمال داری ما کی گفتم دوباره با بستم نه تو عقل کمال داری. عقل و کمال همی از تو بیشتره. فهمیدی؟ همون لالایدگل راست میگفت که همی سر کار نبود. همی کار بلد نیه. گردن ما بند باشه همی گفت برو کاکا با من کاکا گیلک گفتم او. کی گفتم بگه تی دقیقه با مال اینجا کم میاری دیگم از تو. گردن با من هر روز میگه که خود تو کاغذ با خوش داری آوری زمسته پشت ما بستی کاغذ با تو موتور گرفتی همون رو خاطر لنگا من نرم شو خاطر تو. خب خوبه چوب کنه. انا یم از کار. نیمر گرفته سعی کو تو. ایر با است مار دروغ میاره نمیگی که من تو گرفتم. تو برابر کلمه تو نی. میتونی هیچ بگیری. تو هم دروغ میگی. خیلی دیگه نمیکنه خیلی تو. نه کارا خو نکن. دیگه که گردن من نگه. باورتون میشه بزرگ اینا مدام. همه تاریخیه اینا همه راست اینا میگی. خوب کسی جایی. هست که نه هیچ کس نمیتونه بلی پشت رو تو ایشتر رفتی بالا آن. من حیرون موندم ما تا حالا کی گفتم شوخی خدا نکن تعجب خود میگه میکنه. پیار خور بیاردن پست تور میکنه. برو آخه یک زنگ بزن این به دردمون نمیخوره کل گناه وزیر سرتونه. تو برو خلا خور بسن خرا خور برو مچرنو. چوب شو پایین. خرچروندن با فوکس تو میکنه نه به من. سلام علیکم برو. کنم چیه همی گلکه که به من جگا بیاوردیم حالا که دوباره پس همو کارا شروع کرده خراب کردی دیگه ایر بیاردم این جگا با سر کاری بالا شده بالا این پوما کاغذ باد بگیر بگی این جگای خلیفه هم به سر ما با قیق داد شده گفتم تا رستوران یک دفعه بیاین که ایر مایم بیرو کنم با تو پیش خود استفاده میکنی مرتکه ماما میگه تو بیری نمیکنه با تو میگی بیری نه میکنه. چوب کن باشه بیا آه بیاین جنگ نکنم. خوب خدا تو چگاره تو؟ اینا میگن تو بیری خدا نمیکنه. میگو شمی تو میزنم امرو دهن تو چوب کن میگیری خراب کاری میکنی باز میای اینجا گپ مفتم میزنی ما کل گلا واسه سرازینه بس سرمه. همین یک پر چیزی میفهمه که تو خرابکاری یا از تو عقل شرافت. کمال یاد گرفتی یا گردن همه بند باشه اگه برابر ما عقل داشته تو با باشه. درد از این کارا نمیخوری تو مثلا تو گپ زدن خوبم میفهمم. آره جناب علی اینجا به به چشمام روشن با چی گل به دادی؟ هیچی. اشته چی؟ تو بده برو مستمیر صدا کو بده مستمیر صدا کو بده که بیای من تو رای کردم که اینجا بیای کار کنی. سلام علیکم و علیکم شنو برو خوبی چه کار با چی گل به داده؟ ای چی رو گفتم اینجا بگی پاک کاری که قرار برفته بالا پوما بالا میشه و بری برات کاغذ باد این خلیفه هم به سر ما و گپ کرد بویر مگرم بیرو کنه مقصر مریکا. نه یک پوره بچیر میگه ای ری دروغ میگه تار تو خدیار ما کی تیر بالا ما کی تیر بالا کدوم یعنی بی خیالی بگفت تو با معرف همی کردی؟ میگه خلیفه میگه این صاحب می رستوران میگه منم نگفتی منم. این همی تعقلی داره که با سر تو فیلم بزی میکنه که صاحب رستوران منو خودی هوشیار بالا نمیشه که بالا چه برات کاغذ باد تو رو بالا میکنه گوش کش که بچین آدم برای تو چی میگه خب تو گوش کن ما بگم با تو با می چه خود خوبان میندازونی بشنو سعی کن این عقل از این آمو خدا چی عقلی داره تو خود خورم سعی کنم تنه رو به دروغ با بینگی کلون کردی خود چه کار کنم مادر میگفت اگه تو به شیر خوش کلون شدی شیرا خوشکم همه خون بود. انا لازم روز دیگه من سرقیم. عیاد بمیره هر دم عیاد بمیره خویی که حداقل شیر مادر خورده مثلا من نخوردم. من اصلا گردنم بند باشه ندید. اصلا میفهمی نه با خدا همیت نمیفهم که دست تو ما چیکار کنم هی با درد دست تو خسور خو با هم هر جا میریم گل به او میدی اینجی من زنگ زدم برای رفیق شاگل زنگ زدم گفتم برادر همی باجه منور میخزه میایه خود برار من اینجا اونا دست به کار کنم رستوران تو نو گرفتی بهم تعمیر رستوران تو دست به کارشم
تو از یوازه که بیا اینجا صفاکاری کنی پاککاری کنی یا بری زیر دست آشپز تا چی که مثلا اگه برای تو کار آشپزی چیز زیاد بده تو بیا میری اینجا برای من برای کاغذ بادام میدی خود از اون ولی با میفتری دستپاتو میشکم چه کار میکردم این گفت به طور ما کم میگیرم همین دفعه ما هر رقم باشه تیر میشه خب این دفعه ما ضمانت طور میکنم اگر یک دفعه دیگه دیدم که تو آدم جارو از دست تو افتادی آدم دست خلیفه نبودی باز میفهم که خودت چیکار شما یک کار بکنیم واجه چیکار کنم اگه ما این که ما مثلا این بر نرم بالا نشم یا کار خود مرتب بکنم همین را پیش ما ببریم تو بزی چی من کاری پیش تو میرم همین ببریم ها ها من پیش تو میرم این سر مر بیرا میکنه یعنی این سر تو بیرا میکنه خب من ها دیگه یارا بیرا میکنه میگم من خلیفه تو نما به منجی خود در میایم آفرین عجب عقل کمال داره که تو همین گپ پذیر قبول بیا میکنی میگه که بکردن یارو چیز به تو میگم خلیفتونم این یارو چی رقم به تو بگم یارو که خود کلون کتا جلو من میگه خلیفتونم تو هم گپ پذیر قبول میکنی نه ما می اصلا دیگه نه تو برو کاکو تو برو دیگه به چردی بار ما پیدا برو نشد باز ما خود جایی که شاید که تک بوکس بزنه که تو یک با میتونم اینجا که سولی و چرخی برو گردانم بند باشه پیار خود بیارم دل بند تور مندازنه تو سلو بچلی نه بشی لکو بیا برو تو برو باز ما تیار میکنم برو آنی هم از چهار طرف تو پس شده بفهمیدی کار میکنم بریم بگیم کار خوب کو بخدا شروع به کار کو ما برام خود کوکو شغل انگار بزنم گشتار میخوری یکی کاغذ باید بازی میکنه یکی انگوش میخوره شما با درد پیار ما نمیخوریم باشه بگم که تو را مدار کن کوکو جان همین شاگرد شما سمی گشتار میخوره برو بگو بیا بده گوشتار میخوره سلام علیکم چیکار خلیفه بگم بله این میگه گوشتار میخوری این دروغ میگه خلیفه دروغ نمیگه برارزاده من دروغ میگه این دروغ نمیگه بگو بخوردم حالا بخوردم یک اشتباه پیشتون سر زد ای بابا عزیز من دل برمه کسی به داخل آشپزخونه و دست به غذا نمیزنه باز بعد از کار هر چی مستی بخور نیش جان تو خوبه دیگه از یه بعد میتونم ها ایده که تو دست به ای بزنی به او بزنی خب کار خوبی نیه دیگه بیام به داخل آشپزخونه سعی دیگه کار تکرار نمیشه برو به سر کار برو کاکا خب نمایشنامه رو بدیدین خود اگه مگر آمدن بلد کاغذ بادم نده و بعد کار خوبی نیه باله با ما مردم معلوم میشه سیاسران معلوم میشن کار خوبی نیه شما باله بوم ندهیم شما به یک جایی میرین کار میکنین کار کنین دیگه پول میده مسلمان برای شما پول علار کنیم حداقل خب قسمت سیوم هم که میفهمین دیگه پشت صحنه خب یک چیزی نگفته نمونه بعضا دوستا از اینکه موسیقی هم به خیر خوشی ختم شد هیچی شد دیگه بعضا با ما تماس میگیرن که عروسی دارم ما بریم داخل تالار برنامه اجرا کنیم میگم آدرس شما کجایه شما کجا ببینیم آدرس ما فقط دفترک ما بای مرغونه خدا برای شما همیشه به تک تک شما شادی بده غم نده هیچ اصلا ما آدم راضی نیم که مردم ایراد غم داشته باشن خدا بزرگ عروسی بده شادی بده هر وقت که همین گروه تئاتر ما رو با کار داشتیم ما با بای مرغونه به خدمت شما به عروسی شما هستیم قسمت سیومه ببینیم انا به خیر خوشی دیگه پایان میافته دیگه خدا حافظ و ناصر شما گرم باشیم زنده باشیم خب نه جان برارم یک پیرزال سراغ نداری که به این خونه کمک دست خانم ما باشه حداقل جاروی پاروی ظرف کاسه کار کن خب خوش آمده سلامت باشین
میگم اشنیدی لجان خوبی خیرت دیل لبجو میگم تو به کدو شرط اصلا بره تو بیا بیا اینجا بیا اینجا استاشو میگم صبر کنین من چیز نکنیم استاشو کم اینجا گردن تو بند باشه نگفتی گیل لگ من گفتم هو ندونه فرق داخل نگه بھاگا لگه بله لالا ایت گل خوبه شکر سعی کنین لالا همین برار شما که به همین رستوران ما که بیامد به کار کرده این خوبه عزیزم چریت شما گفته شما که بیامد که کار کرده لالا ایت گل همین برار شما که خیر بینه که همین خوب کار میکنه به ما آشپزخونیه کار میفهمه اما همین باجه شما خط کنه ای تو ریکا باله با اون گفتم باله شما اون کاغذ بده کی گفتم آخه تو با می عقل کمال خما تو برفتی کاغذ بود بالا شدی برفتی بالا خوی چی تو عقل همین نداری همین عقل همین بچه خودتو نداری خوی چی لکه بالا شده نمیتونه تنه رو به دروغ با بینگی کلون کردی من به شیر خوش کلان شدم شیرا خشکم خون بوده مادرم گفتن شیرا خوش یعنی همین میتونه همین قطع خطور مقام بگیره خود نگفتم من نگفتی کی گفتم من تارتوختی ها این دروغ میگه خلیفه. من دروغ نمیگم یادت رد جا خب برازاده من دروغ نمیگه خب بخوردی خیر بله هم میگم به همین آشپزخونه هیچ بیان ناسک چریته شد ببخشید اصلا قبل نزنیم اصلا چی نکنه به تو بیننده های عزیز معذرت پشت صحنه دستم به خاطر شما سیاهه این تلفک نام خدای 1000 سال عمر بده همین تا کار میکنه که به خود لگه تابدل کاکا جو اینجا گال تا تلویزیونی عدم رقم خود کار کن بفهمیدی خنده خود بکن پیشی بفهمیدی حال باشه صبر کن